2 تا CD بوده که محتوای پورنوگرافی بودن و علاوه چند تا اسباب بازی. دختر جوان بلوند دپرس، دختری که صورتش مشت خورده و لک شده. من سرچای خیلی وحشتناک و دارکی. سلام بچه‌ها، به کیس پلاس خوش اومدین. من مریمم و امروز یه مریم خیلی خوشحال به خاطر اینکه بعد از یه وقفه نسبتاً خیلی طولانی اومدم با یه پرونده طوفانی که نبود این چند وقته رو بتونه جبران کنه. امیدوارم. خب مقدمه رو کوتاه میکنم، سریع میرم سراغ پرونده، چون پرونده خودش جزئیاتش خیلی زیاده و به نظر خودم جز اون پرونده‌های خیلی جذابه واسه کسایی که پرونده‌های جنایی دوست دارن. برای همین سعی کنید با دقت بهش گوش بدید که مجبور نشید خیلی ویدیو رو عقب جلو کنید که متوجه بشید چی شد، کی کجا رفت، کدوم سال بود، کی چی کار کرد. شنن گیلبرت یه اسکورت بود. اسکورت به کسایی میگن که در ازای گرفتن پول میرن خونه مشتریاشون و باهاشون ارتباط جنسی برقرار میکنن که حالا این کار اسمای مختلفی داره. روشی که شنن ازش پول در می آورد رو خانواده‌اش کاملا ازش اطلاع داشتن و میدونستن که کار شنن چیه. برای همین خیلی بهش اصرار میکردن که به خاطر امنیت خودش هم که شده این کار رو ادامه نده. ولی شنن همیشه بهشون میگفت که اصلا نگران نباشید، من کاملا مراقب خودم هستم و اینکه من کلی قرض و بدهی و کلی قبض دارم که باید اونا رو پرداخت کنم و کار دیگه از دستم بر نمیاد به جز این کار. شنن یه راننده به اسم مایکل پک داشت که کارش این بود زمانی که شنن میخواست بره خونه مشتریاشون رو میرسوند و وظیفه دیگه‌ش هم این بود که اونجا منتظر بمونه تا وقتی که شنن کارش تموم میشه و برمیگرده و اونو حالا برسونه خونش و توی این مدت هم مراقب باشه که شنن بلای سرش نیاد، سالم از خونه مشتریا بیاد بیرون، دزدیده نشه، حالا همچین اتفاقی براش نیفته. و برای این وظیفه‌ای که بر عهده گرفته بود 1/3 درآمد شنن رو ازش میگرفت. توی 1 می 2010 قرار بوده که شنن بره خونه یکی از مشتریاش به اسم جوزف بروئر که خونش توی لانگ آیلند بوده. لانگ آیلند یه جزیره توی نیویورک کشور آمریکاست و اونا روی قیمت $450 توافق میکنن و نصف شب بوده که مایکل راننده شنن اونو میرسونه در خونه جو که حالا جوزف ما بهش میگیم جو و اونجا منتظر میمونه که کار شنن تموم بشه و برسونتش خونه. 3 ساعتی مایکل اونجا منتظر میمونه، توی خیابونی که نزدیک خونه جو بوده پارک میکنه و منتظر میشه که شنن کارش تموم بشه که یهو میبینه که جو خیلی سراسیمه و خیلی با عجله در خونه رو باز میکنه، میاد بیرون و میاد سمت اون قسمتی که ماشین مایکل پارک بوده. مایکل یکم گیج شده بوده به خاطر اینکه الان منتظر بوده که شنن از خونه بیاد بیرون و الان میبینه که مشتری شنن داره خیلی سراسیمه و با عجله میاد سمت ماشینش. خیلی براش گیج کننده بوده چون این موقع‌ها آدم‌ها راننده این افرادو خیلی نادیده میگیرن، مثل روح اصلا انگار وجود نداره اونجا و الان خیلی داشت تعجب میکرد که چرا مایکل داره میاد سمت ماشین اون، یعنی چه اتفاقی میتونسته افتاده باشه. اینا چیزایی بود که توی ذهن مایکل داشت میگذشت. جو میاد سمت ماشین مایکل و بهش میگه که بیا و این دختر رو از خونه من خیلی سریع بنداز بیرون. مایکل بیشتر گیج میشه، چه اتفاقی افتاده الان، چرا شنن نمیخواد از اون خونه بیاد بیرون و چرا الان جو داره ازش میخواد که اون بیاد و شنن رو از خونه بندازه بیرون، چه اتفاقی میتونه افتاده باشه. مایکل برای اینکه بدونه چه اتفاقی افتاده و شنن چرا از اون خونه نمیاد بیرون مجبور میشه که با جو بره سمت خونش. اونا وارد خونه میشن و شنن وقتی که اون دوتا رو با هم میبینه فکر میکنه که این دوتا از قبل با هم همدست شدن که الان بیان اونو بکشن. حالا اینکه چرا این فکر رو میکنه، چه اتفاقاتی افتاده و چی شده رو ما نمیدونیم که همچین فکری تو ذهن شنن گذشته. برای همین سریع با پلیس تماس میگیره. State police. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. There's somebody after me. Where are you, ma'am? I don't know. No. No. No, stop, no. Are you okay? What are you going to do? What are you going to do to me? Come on, you freaking mad. Come on, let's go back to Manhattan. Get me out of here, Lee. You were part of this all along. I got mad just now. Why didn't call me by my name? Why? همونطور که توی مکالمه شنن با پلیس میشنوید توی صدای شنن بیشتر از اینکه ترس باشه بیشتر حالت گیج شدگی هست. انگار شنن گیج شده چه اتفاقی داره میفته.
اون به پلیس میگه که چند نفر دنبالمن و شما توی پس زمینه صدای شنن صدای 2 مرد رو میشنوید که به احتمال خیلی زیاد همون مایکل و جوزفن. یه سری از صحبتاشون ما متوجه نمیشیم چی دارن میگن، خیلی قابل شنیدن نیست. اونجا متوجه میشیم که مایکل شنن رو به اسم کوچیکش صدا میزنه و این بیشتر شنن رو گیج میکنه. انگار این بابه که توی همچین کارایی در مقابل مشتری اسم اصلی طرف رو صدا نمیکنن. اونجا مایکل اسم اصلیش رو صدا میکنه و این باعث میشه شنن بیشتر گیج بشه و عملا خیلی بترسه و همین هم باعث میشه که خیلی سریع با جیغ و داد از خونه جو بزنه بیرون، شروع کنه جیغ بزنه و همینطور جیغ زنان چند تا از خونه هایی که اونجا بوده در حالا راستای خونه جوزف بوده رو همینجوری میگذرونه تا به یه آقای به اسم گس میرسه که در واقع همسایه جوزف بوده. گس وقتی میبینتش ازش میخواد آروم باشه، بهش میگه چه اتفاقی افتاده، کسی دنبالته، توی خطری، به من بگو اگر بتونم کمکت کنم یا با پلیس تماس بگیرم. ولی شنن اونجا نمیسته و همینطور که داشته جیغ میزده از کنار گس میگذره. گس همون موقع با پلیس تماس میگیره و توی تماسش به پلیس میگه که من یه دختر 13 ساله رو دیدم که انگار توی خطر بوده و همینطور داشته جیغ میزده و فرار میکرده و فکر میکنم که چند نفرم با یه ماشین شاسی بلند داشتن دنبالش میکردن که الان ما حدس میزنیم که احتمالاً باید جوزف و مایکل باشن. Young girl about 14 years old running around here screaming, and there's some guy trying to follow her. The girl is about 14 years old, got blonde hair, very اون توی small. تماسش به پلیس میگه من یه دختر بچه 14 ساله رو دیدم که داره فرار میکنه، در صورتی که شنن 23 سالش بوده حدوداً. چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه کلا جثه و قیافه شنن خیلی ریز بوده، خیلی به اصطلاح بیبی فیس بوده. برای همین گس فکر میکنه که اون 14 سالشه. این با یه خانم میانسال به اسم باربارا که اونم چند تا خونه بعد از گس زندگی میکرده به پلیس زنگ میزنه و میگه که یه دختر داره خیلی محکم در خونش رو میزنه و پلیس ازش میپرسه که میشناسیش؟ میگه نه. و باربارا به پلیس میگه که اون دختر میگه که در خطره، ولی من خطری احساس نکردم که اونو تهدید بکنه، به خاطر که ما توی منطقه یه شهرک در واقع با نگهبانی و امن زندگی میکنیم، برای همین من در رو براش باز نکردم. و این آخرین باری بود که صدای شنن شنیده میشه و خودش زنده دیده میشه یا صدا شنیده میشه و بعد از اون شنن به صورت کامل ناپدید میشه. و اما قضیه اصلا قرار نیست اینجا تموم بشه و اصلا قضیه قرار نیست به شنن و ناپدید شدنش تموم بشه. اتفاقی که برای شنن افتاد باعث یه سری اتفاقای دیگه میشه که منجر به پیدا شدن 10 تا جسد نزدیک منطقه مردابی جایی که جوزف زندگی میکرده میشه. اکثر این جسدها لخت بودن، توی کیسه های پلاستیکی گذاشته شده بودن و اینکه بعضی از جسدها قطعه قطعه شده بودن، سرشون جدا شده بود، دست و پاشون جدا شده بود. یه سری از این جسدها مشخص بود که جدیدترن، یه سریاشون مشخص بود که خیلی قدیمیترن، خیلی قبلتر مردن و فقط چند تا استخون و اسکلت ازشون باقی مونده بود. اما قضیه چیه؟ جریان چیه؟ الان شنن گم شده بود ولی پلیس 10 تا جسد دیگه رو نزدیک مرداب پیدا کرده بود. 13 سال بعد، یعنی 13 جولای 2023، قاتل سریالی لانگ آیلند به طرز خیلی جالبی دستگیر میشه. همونطور که بهتون گفتم این اتفاقا، پیدا شدن جسدها و ناپدید شدن شنن توی سال 2010 اتفاق میفته و اون منطقه‌ای که اون جزیره‌ای که این اتفاق میفته جزیره لانگ آیلنده، برای همین معروف به قاتل سریالی لانگ آیلنده. قاتلش چجوری پیدا میشه؟ چه چیزی باعث میشه اونو بعد از 10 سال پیدا بکنن؟ همینا رو قراره در ادامه با هم دیگه ببینیم. اول از همه بریم سراغ این که این جسدا رو کی و کی پیدا میکنه. جان مالیا توی 11 دسامبر 2010 وقتی که داشته با سگش بلو که یه ژرمن شپرد بوده تو همچین منطقه‌ای پیاده روی میکردن، این جسدا رو در واقع پیدا میکنه. اون روز هوا خیلی سرد بوده، خیلی سرد و یخبندون بوده یه جورایی و جان عملا دلش نمیخواسته اون روز بره پیاده روی، ولی به خاطر سگش که خیلی سگ اکتیو و فعالی بوده این کار انجام میده. اونا همونطور که داشتن تو اون منطقه پیاده روی میکردن، جان متوجه رفتار عجیب سگش بلو میشه
و دقت کنید که بلو یه سگ معمولی نبوده، یه سگ جسدیاب بوده، از اون سگا که توی مأموریت‌های پلیسی برای پیدا کردن جسد و چیزای دیگه ازش استفاده میکنن. و همین باعث میشه که جان توی بوته‌های خار اون منطقه جسد یه دختر جوونو پیدا کنه. اون خیلی سریع با اداره پلیس تماس میگیره و خیلی زود کلی افسر پلیس و کلی کارشناس صحنه میان وارد صحنه جرم میشن و اونا به فاصله چند روز جسد 4 تا دختر جوونو تو اون منطقه پیدا میکنن که این جسدا معروف میشن به گیلگو فور، به خاطر اینکه توی در واقع گیلگو بیچ پیدا میشن، توی ساحل گیلگو توی لانگ آیلند پیدا میشن. در واقع پلیس توی مرحله تحقیق برای ناپدید شدن شنن، که چه اتفاقی برای شنن افتاده، به خاطر که شنن هم توی همون منطقه گم شده بوده، به 4 تا جسد دیگه میرسه که هیچ کدومشون هم شنن گیلبرت نبودن. چیزی که بین این 4 تا مشترک بوده اینه که خب 4 تاشون خانم بودن، قداشون زیر 5 فوت بوده، یعنی یه جورایی ریزه میزه بودن، همون حدوداً 150 سانتی متر بودن. همشون توی کیسه‌های پلاستیکی گذاشته شده بودن و اینکه همشون هم اسکورت بودن، یعنی کارگرای جنسی بودن. وجه اشتراکی که این جسدایی که تا الان پیدا شده اینا بوده. 3 ماه بعد توی همون منطقه جسد پنجم پلیس میتونه پیدا کنه. این جسد هم مشخصات جسدای قبلی رو داشته، یعنی اینکه خانم بوده، ریزه میزه بوده، یعنی قد حدوداً 150 سانت داشته، توی کیسه پلاستیکی گذاشته بودن جسدشو. و اما تفاوتی که داشته این بوده که سرش و دست و پاشو قاتل قطع کرده بوده، از هم جدا کرده بوده. چند وقت بعدش 3 تا جسد دیگه هم توی همون منطقه مردابی پیدا میشه که الان مجموعاً ما 8 تا جسد داریم که دوباره توی تاریخ 11 اپریل 2011 2 تا جسد دیگه هم توی همون منطقه پیدا میشه که مجموعاً الان شد 10 تا جسد. تا الان ما 10 تا جسد رو توی اون منطقه‌ای که شنن گم شده داریم، پیدا کردیم، پلیس پیدا کرده و هیچ کدوم از اونا شنن نیست. من عکس کسایی که گم شدن و با اسماشون و با منطقه هایی که گم شدن، اون جاهایی که پلیس اونا رو پیدا کرده براتون میذارم. دیگه دونه دونه اسماشون و مشخصاتشون رو براتون توضیح نمیدم، به خاطر اینکه پرونده خب خیلی طولانی میشه. اون جایی که لازمه که راجع به بعضی از این کیسایی که کشته شدن صحبت بشه حتما جزئیاتش رو بهتون میگم. قطعا قبل از اینکه این جنازه پیدا بشه خانواده قربانی دنبال بچه‌هاشون گشتن اینکه چه اتفاقی براشون افتاده، خودشون رفتن، بلایی سرشون اومده، ولی خب جواب سوالشون رو نگرفتن، هیچ سرنخی به دست نیاوردن. دقت کنید کلا پلیس توی پرونده‌ای که مربوط به کارگرای جنسیه پرونده رو خیلی با جدیت دنبال نمی‌کنه. چه زمانی که مربوط به شهادت، یعنی یه چیز رو یه کارگر جنسی یه اسکورت میخواد بره اونجا شهادت بده، خیلی شهادتش رو جدی نمیگیرن. چه زمانی که مربوط به قتل کارگرای جنسی باشه و همین هم دیدیم توی پرونده‌های مختلف خیلی اتفاقات بدی رو توی پرونده ها رقم زده. مثلا شهادت یک کارگر جنسی رو خیلی جدی نگرفتن، کلی قتل‌های زنجیره‌ای بعدش اتفاق افتاده و همونطور که گفتم اکثر کسایی که توی این مردابم پیدا شدن کارگرای جنسی بودن، به جز یه بچه نوپا که توی ادامه پرونده بهتون میگم چرا جسدش اونجا دفن شده بوده و چرا کشته شده. و قبل از پیدا شدن این جنازه یه سری تماس‌ها از طرف یه فرد ناشناس به خانواده قربانی‌ها میشده که حرفای خیلی عجیب غریبی میزده. ملیسا بارثلمی یه دونه از کسایی بوده که جنازه‌اش توی اون مرداب پیدا شده که خواهر ملیسا آماندا سالهای خیلی زیادی تلاش کرده بود که یه اثری از خواهرش پیدا بکنه، چون دوتا دوستای خیلی صمیمی بودن، با هم خیلی رفیق بودن و آماندا خیلی تعجب کرده بود که چرا ملیسا یهو باید بذاره بره بدون اینکه حتی یک کلمه به اون حرفی زده باشه. و این نظریه که اون خودش ول کرده باشه و رفته باشه اصلا برای آماندا قابل پذیرش نبود، اصلا باور نمیکرد همچین اتفاقی افتاده باشه. برای همین خیلی تلاش میکرد که هر جور شده ملیسا رو پیدا کنه. توی این مدت آماندا کلا منتظر بوده که یه خبر، یه تماسی از طرف خواهرش دریافت کنه که یه روز این اتفاق میفته و گوشیش زنگ میخوره. وقتی که گوشیش رو نگاه میکنه میبینه که شماره ملیسا روی گوشیش افتاده. قلبش شروع میکنه تون تون تپیدن، خیلی هیجان زده میشه. همش توی ذهنش این بوده که
بعد این همه مدت حتما زنگ زده، دلیل کارش رو بگه چرا این کارو کرده، ازش عذرخواهی کنه، بگه که دلیل منطقی برای این کار داشته. اون خیلی زود تلفن رو جواب میده، اما متاسفانه اون کسی که با تلفن پشت خط باهاش صحبت میکنه خواهرش ملیسا نیست و تا زمانی که گوشی رو برمیداره کسی که اون طرف خط بهش میگه که من خواهرت نیستم. و صدایی که آماندا توصیف کرده از صدای اون مردی که پشت خط بوده، میگه صدای به شدت ترسناک و عجیبی داشته. میگه اون مرده به من گفته که دلت میخواد مثل خواهرت یه هرزه باشی و بعد گوشی رو قطع میکنه. و این تماسا فقط یه بار اتفاق نمیفته، بلکه در طی 1 سال بارها این فرد ناشناس با آماندا، با گوشی آماندا تماس میگیره. و جالب اینجاست که خیلی وقتا زمانی که آماندا گوشی رو جواب میداده تلفن رو قطع میکرده. یه جورایی انگار دلش میخواسته که با آماندا بازی کنه، انگار میدونسته که آماندا نزدیکترین فرد زندگی ملیساست، کسی که باهاش خیلی رفیقه، انگار یه جورایی میشناختتش و دلش میخواسته اذیتش کنه. قبضای تلفن ملیسا رو خانواده‌اش مدام پرداخت میکردن به خاطر اینکه نکنه تلفنش یه وقت قطع بشه، به خاطر اینکه احساس میکردن این تنها رابطه بین اونا و ملیساست و تنها راهیه که اونا میتونن اگه ممکن باشه یه جورایی به ملیسا برسن. یه وقتایی به خاطر اینکه آماندا از این فشاری که داره بهش میاد، از این عذابی که داره میکشه، از تلفنایی که داره بهش میشه، یکم از این فشاری کم بشه، مادرش تلفن رو جواب میداده به خاطر که آماندا خیلی اذیت نشه. یه بار که آماندا تلفن رو جواب میده، کسی که پشت خط بهش میگه که خواهرتو من کشتم و پوسیده شدن جسدش رو دیدم و یه روزم جسد پوسیدش رو بهت نشون میدم. این اتفاقات توی سال 2010 افتاده، حدوداً توی سال 2010 بوده که پیش اومده. حالا ممکنه از خودتون سوال بپرسید که خب اون زمان تلفن‌ها رو میتونستن ردیابی بکنن، این امکان وجود داشته، تکنولوژیش بوده. چی باعث میشده که اون فرد این ریسک رو بکنه و مدام به آماندا، به خانواده ملیسا زنگ بزنه و این حرفا رو بزنه؟ و تنها دلیلی که وجود داره اینه که اون آدم یه آدم سادیسمی بوده و آدمای سادیسمی از دیدن رنج و عذاب بقیه لذت میبرن. زمانی که اون حرفا رو میزده، میگفته که خواهرتو من کشتم، جسد پوسیده شدهش رو دیدم، جسدش رو بهت نشون میدم، تماما میخواسته حرفایی رو بزنه که ریاکشن آماندا و مادر آماندا رو ببینه و از اون رنج و عذابی که اونا میکشن لذت ببره. و همونطور که گفتم اون زمان میشده که خطای تلفن رو ردیابی بکنن و پلیس هم این کار رو میکنه. پلیس تماسا رو ردیابی میکنه و ردیابی تماس اونا رو به قلب منهتن توی نیویورک میبره و تماسایی که گرفته میشده با گوشی موبایل بین ساعتهای 5:30 تا 6 بوده، یعنی شلوغ ترین ساعت‌های، یه جورایی بعد از تایم کاری بوده و عملاً خیلی قضیه رو سخت می‌کرده که پلیس بخواد متوجه بشه که این تماس‌ها رو چه کسی داره انجام میده. پلیس دوربینای مداربسته جایی رو که فکر می‌کرد اون تماس‌ها از اونجا گرفته شده رو چک میکنه. ولی همونطور که بهتون گفتم توی شلوغ ترین ساعات این اتفاق میافتاده، انگار یه جوری بعد از ساعت کاری این اتفاق میافتاده. کلی آدم تو اون تایم گوشی دستشون بوده، از ادارهاشون خارج میشدن یا وارد اداره میشدن، سوار ماشین میشدن و همشون داشتن با گوشی تلفنشون حرف میزدن. عملا مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاه بوده که بخوان متوجه بشن توی منهتن، در واقع توی اون مناطقی که اونا فکر میکردن تماس از اونجا گرفته شده، بتونن تشخیص بدن که کسی که این تماس رو میگیره کیه. بین سال 2010 تا 2023 یعنی طی 13 سال آدمای خیلی مختلفی به خاطر قتلای سریالی که توی لانگ آیلند اتفاق افتاده بود و ناپدید شدن شنن بازجویی شدن که یکی از این افراد جوزف بروئر بود، یعنی کسی که یکی از مشتریای شنن بود و در واقع آخرین مشتری شنن قبل از ناپدید شدنش بود و از اونم بازجویی میشه و اون با پلیس کاملا همکاری میکنه و زمانی که پلیس ازش میخواد که تست دروغ سنج بده این کارو میکنه. در نهایت هم پلیس اعلام میکنه که ناپدید شدن شنن و قتل‌های زنجیره لانگ آیلند نمیتونه کار جو باشه.
یکی دیگه از کسایی که به خاطر این قضیه بازجویی و دستگیر میشه آقای پیتر هکت بوده. پیتر هکت هم توی همون منطقه‌ای که شنن ناپدید شده بوده و اون قتل زنجیری رخ داده بوده زندگی میکرده. اون رئیس سابق در واقع خدمات دارویی اون منطقه بوده و همسایه هاشم به عنوان آدم خیلی خشن تندخو ازش یاد میکنن. خیلی در واقع شهرت و چهره خوبی توی همسایه ها نداشته و گفته شده که اون شنن رو میشناخته. حالا اینکه از مشتریاش بوده یا دوست بودن دقیقا نمیدونیم و چیزی که میدونیم اینه که خدمات دارویی به شنن میداده ولی خارج از محیط کاری و بقیه چیزا، مثل که این خدمات دارویی رو توی خونه خودش، پیتر توی خونه خودش به شنن میداده. و یکی از صحبتایی هم که شده، یکی از فرضیه هایی هم که وجود داره و نتیزن ها در واقع راجبش صحبت کردن. ببین نتیزن ها یعنی کسایی که از اینترنت استفاده میکنن، توی اینترنت یه سری چیزا رو حالا منتشر میکنن، راجبش صحبت میکنن، چون کلمه راحتی دیگه از این استفاده میکنیم. نتیزن ها معتقد بودن که پیتر هکت میتونه یکی از مظنونای این قضیه باشه و گم شدن یا حالا هر بلایی که سر شنن اومده میتونه تقصیر پیتر باشه. چرا؟ چون اونا معتقدن که زمانی که در واقع شنن از خونه جو فرار کرده و بعد حالا گس رو دید و بعد رفت در خونه باربارا و باربارا در رو براش باز نکرده، آخرین بار رفته در خونه در واقع پیتر، به خاطر اینکه اونو میشناخته، با هم دیگه از قبل آشنا بودن و هر بلایی که سر شنن اومده احتمالاً توی خونه در واقع پیتر اومده. ولی پلیس ازش بازجویی میکنه و طی بازجوییش متوجه میشه که اون اصلا نمیتونه حالا قاتل شنن یا در واقع قاتل سریالی لانگ آیلند باشه و صرفاً الان دلش توجه خیلی زیاد میخواسته. با توجه به اینکه این قضیه رسانه‌ای خیلی بزرگ شده، اونم میخواد تو این قضیه سهیم باشه و کلی توجه به خودش جلب بکنه. و جالب اینجاست که پیتر وقتی که باهاش صحبت میکردن یا باهاش مصاحبه میکردن و نمیخواست به یه سوالی جواب بده، دستش رو میذاشت روی قفسه سینه‌ش رو وانمود میکرد که حالش بده و قلبش داره میسته و دیگه نمیتونه به صحبت‌ها ادامه بده و قیافش خیلی شبیه آدمایی بود که جلب توجه میخواد. عملاً واقعا داشت بازی میکرد توی عکسایی که من ازش دیدم. نظر من این بود راجبش. یکی دیگه از کسایی که مظنون این قضیه بوده جوئل رافکین بوده که خودش هم یه قاتل سریالیه که الان اینجا نمیخوایم راجب قتلی که اون انجام داده صحبت بکنیم. در همین حد که اون توی دهه 80 و 90 کلی قتل انجام داده و بین 9 تا 17 تا قربانی داره که اجزای بدنشون و قطعات بدنشون رو از هم جدا میکرده. نقطه مشترکی که با پرونده قتل‌های سریالی لانگ آیلند داره اینه که اونم کسایی رو میکشته که کارگرای جنسی بودن. در نهایت پلیس متوجه میشه حالا تایملاین زمانی قتل‌های لانگ آیلند با در واقع زمانی که جوئل بتونه این کار انجام بده همخونی نداره، برای همین اونم از در واقع اتهامی که بهش زده میشه مبرا میشه. یکی از مظنونای کریپی که توی این پرونده وجود داره و نتیزن ها فکر میکنن که ممکنه یه ربطی به قضیه قتل‌های زنجیره‌ای لانگ آیلند داشته باشه آقای جیمز برکه که رئیس پلیس سابق اون منطقه است که جنازه پیدا شده توش. نمیدونم چرا کسایی که تو این پرونده مظنون میشن خیلیاشون با جی شروع میشه اسمشون، جوئل، جیمز، جوزف، نمیدونم دلیلش چیه. همونطور که گفتم جیمز رئیس پلیس سابق اون منطقه بوده و چند سال بعد از اینکه اون جنازه پیدا میشن، یعنی توی دسامبر 2012 یه کیسه از توی ماشینش دزدیده میشه. یه کیسه در واقع از ماشین پلیس دزدیده میشه که متعلق به جیمز بوده. ماشینی بوده که زیر پای جیمز بوده. و حالا محتوای این کیسه که دزدیده میشه چی بوده؟ 2 تا CD بوده که محتوای پورنوگرافی بودن و علاوه چند تا اسباب بازی جنسی. حالا چرا باید همچین وسایلی توی ماشین پلیس باشه؟ اونم وسایل یه رئیس پلیس باشه رو بهش کار نداریم، خیلی روش کلیک نمی کنیم. و به خاطر اینکه این قضیه براش سر نشه میره و میگرده و دزد کیسه‌ش رو پیدا میکنه، اونو میبره به اداره پلیس، اونجا بهش دستبند میزنه. اونجا با خودش فکر میکنه شاید اصلا ندیده محتوای اون کیسه که از من دزدیده چی بوده. شاید وقتی درشو باز کرده دیده چیز ارزشمندی، پولی چیزی توش نیست، پرتش داده و کلا بهش دقت نکرده. ولی وقتی که میره روبروی اون دزد قرار میگیره، آقای دزدمون قرار میگیره که حالا اسمشو نمیارم،
آقای دوست تو چشاش نگاه میکنه و بهش میگه منحرف. اینجا میشه که جیمز کنترل اعصابش رو از دست میده، شروع میکنه اون دزدو میگیره زیر مشت و لگد طوری که افسری دیگه جلوشو میگیرن که نکشتش و به خاطر این کارش 46 ماه میره زندان. حالا ربط آقای جیمز به پرونده گم شدن شنن و حالا قتلای سریالی چی میتونه باشه؟ طبق گفته نتیزن ها در واقع جیمز پایه ثابت و مشتری ثابت شنن بوده. اونا همدیگر رو میشناختن و کلا جیمز یه آدم خیلی خشن بدخلق بوده، چیزی که بقیه ازش اسم بردن و خیلی هم عادت داشته تو اون پارتیایی که مربوط به پارتیای دراگ و سکس و این چیزا شرکت کنه. توی اون پارتیا، بعد از اون پارتیا با حالا کارگرای جنسی که اونجا بودن به صورت خیلی خشنی رابطه برقرار کنه و هیچ کس هم جرئت نداشت که گزارش کاراشو به کسی بده، به پلیس بده، چون خودش پلیس بود. عملاً حرفشون به جایی نمیرسید. همونطور که گفتم در حالت عادی هم صحبت کارگرای جنسی و کسایی که حالا فاحشه محسوب میشن به جایی نمیرسه، چه برسه که بیان از رئیس پلیس یه جا شکایت بکنن. و موضوع بعدی که وجود داره اینه که زمانی که این جنازه‌ها پیدا میشن، کسی که مسئول بررسی پرونده حالا این قتلا میشه در واقع همین آقای جیمز برک بوده. کسی بوده که حالا رئیس پلیس بوده و مسئولیت این پرونده رو بر عهده داشته. و توی عکسی که از تحقیقات اونا توی اون منطقه حالا برای در واقع گشتن و بازجویی این چیزا منتشر میشه، توی اون عکسی که پلیس برای عموم منتشر میکنه 10 ها سگ رو دارن نشون میدن که دارن دنبال جنازه میگردن و خیلی سفت و سخت دارن این کار رو میکنن، در صورتی که وکیل خانواده شنن میگه در واقعیت واقعا فقط یه سگ جسدیاب اونجا با اونا بوده که داشته اون منطقه رو میگشته. یه جورایی اونا فقط داشتن نمادین کار رو انجام میدن. یه سگ جسدیاب بردن، بقیه‌شون سگای معمولی بوده. خب چرا باید این کار بکنن؟ چرا باید یه عکس منتشر بکنن و بگن ما داریم با جدیت با 100 تا سگ، حالا 100 تا که اغراقه، با 10 تا سگ داریم اینجا رو میگردیم، بررسی میکنیم، تحقیق میکنیم، ولی واقعا یه دونه سگ جسدیاب اونجا برده باشن؟ چرا باید همچین نمایشی را بندازن؟ آیا چیزی برای پنهان کردن دارن؟ آیا میخوان چیزی لو نره؟ و یا اینکه خودشون قاتلن و برای همین دنبال قاتل نمیگردن یا قاتلا رو میشناسن؟ اینا نظریه‌ای بوده که نتیزن ها دادن و نظر شما چیه؟ به نظر من این رفتار یه کوچولو مشکوکه که چرا باید این کار بکنن. به نظرتون ممکنه رئیس پلیس آقای جیمز برک ربطی به قتلای لانگ آیلند داشته باشه؟ بالاخره توی 13 جولای 2023 پلیس یه مظنون اصلی رو به اتهام قتلای زنجیره‌ای لانگ آیلند که اجازه بدید بهش بگم LI، خیلی طولانیه، دستگیر میکنه و کسی که توی لیست مظنونینی که تا حالا راجبشون صحبت کردیم نبوده، آقای رکس هیورمن. آقای رکس توی منهتن نیویورک زندگی میکنه، 2 تا بچه داره، یه دختر و یه پسر، در واقع پسر خوندش بوده و همسرش هم آزا. در واقع اطلاعات خیلی زیادی راجع به حالا همسر و شرایط زندگی و کودکی رکس نداریم، ولی چیزی که میدونیم اینه که زمانی که خانواده رکس راجع به دست داشتن رکس توی قتلای زنجیره‌ای اون منطقه میشنون شوکه میشن. در واقع اصلا انتظارشو نداشتن که رکس بتونه همچین کاری بکنه. واکنشی که خانواده رکس نشون دادن دقیقاً مشابه واکنشی بوده که استیو همکار 30 ساله رکس نشون داده، کسی که مدیر املاک بوده و گفته که 30 ساله داره با رکس کار میکنه و میتونه بگه که رکس یه پیرمرد خیلی بداخلاق، عصبی و احمقه، ولی قاتل زنجیره‌ای هرگز. به خاطر اینکه رکس یه آدم خیلی جزئی نگره، یه معمار خیلی با اطلاعات، یه آدم خیلی دانشمنده، خیلی دانش زیادی تو حیطه کار خودش داره و همه چی بهش میخوره بجز اینکه یه قاتل زنجیره‌ای باشه. یکی از همکارای قدیمی رکس بعد از اینکه حالا این قضیه مشخص میشه که اون توی قتل‌های LI نقش داشته، میگه که رفتار رکس بعضی وقتا سر کار خیلی عجیب بوده. یه وقتا یه صحبتای خیلی
عجیب و ترسناکی میکرده. مثلا میومده جلوی همکارای خانم دیگه راجع به اینکه چطوری چند تا حیوان رو بگیری، چطوری بکشیشون، یه جوری که انگار داشته قشنگ اینو توی ذهنش تصویرسازی میکرده، صحبت میکرده اینکه بگیری اونا رو خفه کنی، بگیری مثلا این مدلی اونا رو بکشی. و عملا هم این کار رو به خاطر این میکرده که ریاکشن همکارای خانومش رو ببینه. خب این کار خیلی کار عجیبیه، یه ذهن سالم این کار رو نمیکنه. حتی یکی از همکارای قدیمی رکس که یه خانومه گفته که زمانی که از یکی دیگه از همکاراش خواستن که یه پروژه جدید رو، اونم خانم بوده، از این همکار خانم خواستن یه پروژه جدید رو بیاد با رکس شروع بکنه، قبول نکرده این کارو بکنه، چون گفته که از رکس به شدت میترسه، آدم خیلی بد اخلاق و ترسناکیه و هر آن ممکنه به خاطر عصبانیتی که داره بزنه همکارشو با گلوله بکشه، ازش برمیاد که این کارو بکنه. پلیسا میرن خونه یه رکس رو میگردن و اونجا 270 تا اسلحه پیدا میکنن که فقط 90 تاش مجوز داشته، یعنی از این کالکشن اسلحه هاش فقط 90 تاش مجوز داشته و خیلیاش بدون مجوز نگهداری میشده. بعد اونا یه دونه نقاشی خیلی عجیب غریب از یک زن هم پیدا میکنن که دو تا چشم خیلی سیاه وحشتناک شبیه چشم راکون داشته و همینطور یک کمدی با حالت مثلا کمد شیشه‌ای طور که داخلش یه عروسک نگهداری میشده. اونا حیاط پشتی خونه رکس رو هم حفر میکنن برای اینکه ببینن آیا جسدی اونجا میتونن پیدا کنن یا نه، ولی هیچ جسدی پیدا نمیکنن. ولی یک هارد 8 ترابایتی پیدا میکنه و اونو ضبط میکنه پلیس که محتوای اون توی حالا رسانه‌ها و توی عموم اصلا منتشر نشده، ولی یه سری از سرچ هایی که رکس توی گوگل داشته، عنوان و تاپیک هایی که سرچ میکرده توی رسانه ها منتشر شده. بریم با هم دیگه ببینیم چه تاپیک هایی رو آقای رکس توی گوگل سرچ میکرده. به نوبه خودش به شدت جالبه. سرچ هایی که خیلی زیاد بوده، در واقع میشه گفت اون خیلی علاقه داشته به دیدن محتوای جنسی مربوط به بچه های زیر سن قانونی، بچه های بین 10 تا 14 سال. خیلی از سرچ هاش مربوط به پورنوگرافی همچین محتوایی بوده، بچه های کم سن و سال. حالا کتک زدنشون، شکنجه کردنشون، که با طناب ببندیشون و کلا آزار و اذیت زنا توی حالا اون فیلم های پورنوگرافی. به شدت به این موضوع علاقه داشته و خیلی هم سرچش میکرده گویا. و به نظرم یه ذهن سالم این کار رو نمیکنه. اصلا نمیخوام راجع به این صحبت بکنم که آدمای معمولی ها یا همچین کلا محتوای حالا پورنو نگاه میکنن یا نه. اصلا موضوع صحبتم این نیست. راجع به همچین تاپیکیه، این موضوع خاصه که بیشتر بیای کتک زدن، زجر کشیدن، مثلا با طناب پیچیده شدن، همچین محتوایی رو همش دلت بخواد ببینی، از نظر من شخصا خواسته و علاقه یه ذهن سالم نمیتونه باشه. یکی از سرچایی که داشته این بوده که ویدیوی شکنجه دختر مو قرمز، و وقتی که نتیزن ها اینو میشنون میگن که خود دختر رکس هم موهاش قرمز بوده و اینکه اگه واقعا اینو با یک قصد خاصی سرچ کرده بوده، یه لایه خیلی دارک و وحشتناک به این پرونده اضافه میکنه. واقعا سرچ های دیگه شامل اینا بوده، با دقت گوش بکنید. دختر جوان بلوند دپرس، دختری که صورتش مشت خورده و له شده. اصلا سرچ های خیلی وحشتناک و دارکی داره و قضیه کلا سرچاش به اینجا ختم نمیشه. سرچ هایی که داشته و حالا برمیگرده به قضیه قتل‌های سریالی LI، سرچ راجع به قاتل سریالی لانگ آیلند، مثل اینکه چرا پلیس تماس‌های تلفنی که قاتل سریالی با بقیه گرفته رو نتونسته کامل ردیابی کنه، چرا قاتل سریالی لانگ آیلند تا حالا شناسایی نشده، آپدیت های مربوط به پرونده قاتل سریالی لانگ آیلند برای سال 2022، تکنولوژی های جدیدی که باعث میشه بتونن تلفن همراه رو بعد از چند مدت شناسایی بکنن، ردیابی بکنن و کلید حل پرونده بشه. ممکنه با خودتون بگید که اینا به خاطر این بوده که اونم تو منطقه زندگی میکرده، به خاطر حالا استرابش یا کنجکاویش این کارو کرده.
یا اینکه به پرونده جنایی علاقه داشته و دنبال میکرده. ولی واقعا یه لحظه به این سرچ‌ها و سرچ‌هایی که قبلا کرده دقت کنید. حتی اگر به پرونده جنایی علاقه داشته باشه، به آپدیتاش علاقه داشته باشه، نوع سرچ‌هایی که کرده واقعا یک آدم معمولی نیست. انگار واقعا یه قاتله که میخواد ببینه که پرونده تا کجا پیش رفته، پلیس تا کجا پیش رفته، چه اطلاعاتی توی اینترنت هست و پلیس به دست آورده. عملا به نظر من داره اینا رو نشون میده. خیلی واضحه. حالا واضح از نظر من شخصا من، شاید به نظر شما اینجوری نیاد واقعا. حالا تا اینجاش هم میگیم که اوکی باشه، حالا یه علاقه‌مند به پرونده جنایی بوده یا اینکه میخواسته آپدیت های قضیه رو بدونه چون تو اون منطقه زندگی میکرده. اما سرچ های دیگه که داشته 5 مورد از بدنامترین قاتل های سریالی آمریکا، 8 قاتل سریالی اخیر که هنوز پیدا نشدن، هنوز شناسایی نشدن، ذهن جنایتکار قاتل سریالی لانگ آیلند. خب چرا واقعا باید اینا رو یه نفر سرچ بکنه؟ و حتی اسم فامیل کسایی که در واقع به قتل رسیده بودن اونجا، اسم فامیلای اونا رو هم سرچ کرده. این دیگه واقعا یه سرچ خیلی طبیعی نیست به نظر من. چرا باید اسم خویشاوندای کسایی که به قتل رسیدن و یه نفر باید سرچ بکنه ببینن کیان؟ و کلی هم پادکست و مستند مربوط به قتل‌های سریالی لانگ آیلند رو سرچ کرده و دیده. اگر علاقه‌مندم بوده به کلاً پرونده‌های جنایی، چرا کلاً راجع به یه دونه پرونده 1000 تا مورد رو سرچ کرده؟ این دیگه واقعاً عجیبه. تو این پرونده یه اسکورت به اسم نیکول برات میگه که 8 سال پیش، قبل از اینکه کلاً رکس دستگیر بشه، اون موقع جنازه پیدا شده بودن ولی رکس دستگیر نشده بوده. میگه من با رکس یه قرار ملاقات گذاشتم. میگه وقتی که دیدمش نان استاپ داشته راجع به قتل زنجیره‌ای ال‌آی صحبت میکرده و یه سری جزئیات رو میگفته که اصلا من تا حالا نشنیده بودم. فکر نمی‌کنم هم توی هیچ رسانه‌ای راجبشون صحبت شده باشه و همش کلا می‌خواست راجبمون صحبت کنه و خیلی هم هیجان زده میشد وقتی راجبش حرف میزد. انگار می‌خواست راجب یه سری چیزا توی این قتلا بلوف بزنه برای من، ولی نمیتونست خیلی واضح این کار رو انجام بده. آره میخواسته یه سری نشونه ها بده ولی نمیخواسته بیاد بگه قاتلش منم، ولی هیجان زده میشده که ریاکشن بقیه رو راجع به این قتلا ببینه. و این خانم یه مصاحبه هم با تلویزیون انجام داده که حالا اگر دوست دارید میتونید برید مصاحبهش رو ببینید، میتونید حالا اسمش رو سرچ کنید و مصاحبهش رو ببینید. مصاحبهش رو کامل من نمیتونم اینجا بذارم. الان مدارکی که پلیس داره به جز اون سرچ هایی که رکس انجام داده و سرچ های خیلی معمولی نیستش، 4 تا نمونه دی ان ای تار مو رو از اون کیسه‌های جسد پیدا میکنه که 3 تا از اونها با نمونه تار موی زن رکس یعنی آزا مچ میشه. اما تا اینجای قضیه میدونیم که نه آزا نه بچه‌هاش توی این قضیه هیچ دخلی ندارن. پلیس طی تحقیقاتش اینو متوجه شده بود، چون که زمانی که این قتلا تخمین زده اتفاق افتادن، آزا یا توی اون منطقه اصلا اونجا نبوده، توی اون شهر نبوده، یه جای دیگه بوده و کلا توی تحقیقاتش از این قضیه نسبتاً مطمئن شده که آزا هیچ ربطی به قضیه نداره و اصلاً راجع به این قتلا حتی نمیدونسته، یعنی رکس بهش چیزی نگفته بوده. پس چرا باید نمونه موی زن رکس با 3 تا از نمونه موهایی که از این کیسه‌های پلاستیکی جسدا پیدا شده بوده مچ بشه؟ خب همونطور که میدونید موی خانم خیلی جا میتونه بریزه، روی میتونه فرش باشه، روی زمین، روی مبل، همه جا میتونه باشه و به لباس یکی دیگه مثلا رکس بچسبه و به صحنه جرم بیاد. این نظریه‌ای که پلیس و نتیزن ها راجع به این قضیه دادن، راجع به اینکه چرا تار موی در واقع دی ان ای تار موی آزا با اون دی ان هایی که پلیس پیدا کرده مچ شده و همونطور که گفتم 4 تا نمونه تار مو و دی ان ای پیدا شده که 3 تاش با اون دی ان ای هایی که توی دیتابیس پلیس بوده مچ شده و یه دونه از اونها مچی براش توی دیتابیس دی ان ای پلیس پیدا نمیشه. الان در واقع پلیس دی ان ای هایی که توی اون کیسه های پلاستیکی جسدا توش بودن رو داره ولی دی ان ای رکس رو نداره. برای همین زمانی که رکس داشته یه پیتزا میخورده، اون پیتزاشو توی سطل آشغال میندازه، پلیس میره و کلی دی ان ای از رکس به دست میاره و زمانی که اونا رو
با DNA هایی که در واقع از جسدا داشته مطابقت میده، میبینه که بله اونا با هم دیگه مچ میشن. و در نهایت هم رکس به اتهام قتل 3 نفر از کسایی که توی گیلگو 4 پیدا شدن، اون 4 نفری که ابتدا توی گیلگو بیچ پیدا شدن و بهشون میگفتیم گیلگو 4، به اتهام قتل 3 نفر از اونا یعنی امبر کاستلو، مگان واترمن و ملیسا برثلمی متهم میشه و نمیتونن اونو به اتهام قتل های دیگه دستگیر بکنن. ارتباطی بین اونا پیدا نکردن. به نظرتون الان ما با یک قاتل سر و کار داریم یا با چند تا قاتل سر و کار داریم؟ به نظرتون همه این کارا میتونه کار رکس باشه یا قاتلای دیگه هم این وسط وجود دارن؟ چون به نظر بعضی از نتیزن ها ما اینجا 2 تا قاتل سریالی داریم که بر حسب حالا اتفاق یا هر چیز دیگه‌ای جنازه هاشونو توی یه جای مشترک، یعنی توی اون مرداب دفن میکردن. به نظر شما چطوری ممکنه باشه؟ خیلی نظرتون برام مهمه و نظر خودم هم در آخر میگم. بعد دقت کنید که این پرونده هنوز ادامه داره، باید منتظر دادگاهی بعدی و تحقیقات بعدی پلیس راجع به بقیه جسدایی که پیدا شده باشیم، چون همونطور که گفتم هنوز ما راجع به شنن و اتفاقی که براش افتاده صحبت نکردیم، اون به کنار، و 7 تا جسد دیگه وجود داره که هنوز قتلشون به رکس نسبت داده نشده. توی جسدایی که پیدا شده، جسدی خانم سیاه پوست جوان هم پیدا میکنن که سمت چپ قفسه سینه‌اش یه هلو تتو بوده که شبیه به قلبه، برای همین معروف شده به خانم هلویی. به نظرم یکم اسمش یه جوریه، ولی حالا بین رسانه و پلیس کلا معروف به خانم هلوییه که اونطور که مشخصه اونم یه اسکورت بوده. یادتونه راجع به یه نوزاد نوپا صحبت کردیم. طوری که پلیس این وسط داده اینه که اون بچه متعلق به جین دوه و اونم یه اسکورت بوده و به خاطر اینکه پول پرستار نداشته که زمانی که میره خونه مشتریاش بچه‌شو بذاره پیش پرستار، بچه‌ش هم میبرده خونه مشتریاش و وقتی که قاتل حالا خواسته اونو بکشه، به خاطر اینکه ازش هیچ سرنخی باقی نمونه، اون بچه رو هم خفه میکنه و میکشه و همونجا توی اون مرداب دفن میکنه. بین جنازه یک مردم وجود داشته که این مرد آمریکایی آسیایی بوده گویا، که هویتش مشخص نمیشه و حالا ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که بین این همه جنازه خانم، 9 تا خانمی که حالا اسکورت هم بودن، حالا 8 تا خانم به جز اون بچه که اسکورت هم بودن، چرا باید جنازه یه مرد پیدا بشه؟ تئوری که پلیس راجع به این قضیه داده اینه که خب در واقع اون جسد اون مرد رو که پیدا میکنن توی لباس زنونه بوده و چیزی که پلیس توضیح داده میگه که احتمالاً اونم یه اسکورت بوده که حالا با لباس زنونه خدماتشو حالا به صورت آنلاین تبلیغ میکرده، خودشو تبلیغ میکرده و قاتل اومده اونو استخدام کرده و زمانی که اون مرد آسیایی آمریکایی اومده خونه قاتل، به هر دلیلی اون قاتل یا از خدماتش راضی نبوده یا از دستش عصبانی شده یا حالا هر دلیلی که توی ذهنش بوده و ما نمیدونیم، اون مرد رو هم خفه میکنه و میکشه و تو همون مرداب دفن میکنه. و اما بریم سراغ شنن گیلبرت. تا اینجای قضیه ما راجع به شنن صحبت نکردیم و در واقع بیشتر راجع به اتفاقایی که پیش اومد و منجر به پیدا شدن اون 10 تا جنازه شد صحبت کردیم. توی دسامبر 2011 دقت کنید که ما تاریخ‌ها رو یکم مثل یه سری از فیلم‌ها داریم جابجا میگیم به خاطر اینکه تمام اتفاقایی که توی پرونده افتاده رو بتونم براتون کاور کنم. همونطور که گفتم توی دسامبر 2011 جنازه شنن توی اوک بیچ که خیلی دور از در واقع جایی که بقیه جسدا پیدا شدن نبوده پیدا میشه. طبیعتا خانواده شنن معتقد بودن که اونم کشته شده، حالا چه به دست اون قاتل سریالی چه به دست یه قاتل دیگه، اونم کشته شده و مادر شنن خیلی 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 دنبال این قضیه بود که قاتل شنن پیدا بشه. خیلی با رسانه ها صحبت کرد، خیلی با پلیس صحبت کرد، خیلی دنبال عدالت برای دخترش بود. طبیعتا مثل هر خانواده دیگه معتقد بود که به ناحق کشته شده و چرا باید دختر جوونش رو نفر بکشه و الانم اصلا مشخص نبوده کار کیه. و در نهایت هم پلیس قتل اون رو هم در واقع جزء قتلایی میدونه که
قاتل سریالی لانگ آیلند انجام داده که هنوزم در واقع نمیدونیم کیه، به خاطر اینکه در نهایت رکس به جرم قتل 3 نفر از اون افراد گیلگوفور متهم میشه و هنوز مشخص نیست که بقیه رو آیا اون کشته یا نه. ما با یه قاتل سر و کار داریم یا 2 قاتل یا 3-4 تا قاتل، اصلا مشخص نیست. ولی خانواده شنن، مادر شنن میگه که ما هدفمون این نبود که بیایم بگیم که اوکی این رو هم قاتل سریالی کشته، ما میخوایم بدونیم که کی این کارو کرده. هنوز مشخص نیست و این مهمترین چیزیه که باید برای ما ثابت بشه. اینم بگم که شنن کودکی خیلی خوبی نداشته، ترومای بچگی خیلی زیادی داشته، برای همین آدم خیلی استیبلی نبوده، مشکلات روانی خیلی زیادی داشته که با اون دست و پنجه نرم میکرده. دختر خیلی خوبی بوده، خیلی سخت‌کوش بوده، خیلی دوست داشته که پول دراره و خواهرای دیگه‌ش رو ساپورت کنه، پول دراره بتونه بره دانشگاه، ولی خب مشکلات روانی خیلی زیادی داشته که با اونا دست و پنجه نرم میکرده. برای همین قرصای مربوط به حالا داروهای روانی مصرف میکرده. به همین دلیل پلیس میاد میگه که اون روزی که شنن اومده از خونه مشتریش با داد و بیداد فرار کرده تحت تاثیر قرصای روانی بوده که هیستریکی اونجور شروع کرده به داد زدن. اتفاق خاصی اونجا نیفتاده. بعدش هم شروع کرده جیغ زدن و از اونجا اومده بیرون و بعدش هم خودش فرار کرده. و حالا این قضیه نمیدونم صرفا به خاطر این بوده که شنن یه اسکورت بوده یا حالا داروی مربوط به حالا مشکلات روانی مصرف میکرده، ولی خب خانواده‌اش طبیعتاً از شنیدن این قضیه اصلا خوشحال نمیشن. و اما یه آپدیت خیلی غم انگیز و دارک راجع به این پرونده اینه که یکی از خواهرای شنن به اسم سارا مادرشون ماری رو با 200 ضربه چاقو به قتل میرسونه. ماری به جز شنن 3 تا دختر دیگه هم داشته که خونش با سارا یکی از خواهرای شنن خیلی فاصله نداشته. خونشون یه خیابون با هم اختلاف داشته، توی آپارتمان‌های مختلف زندگی میکردن. اون رو سارا مادرش رو دعوت میکنه خونش و اونجا اونو با 200 ضربه چاقو به قتل میرسونه. بعدش هم با کپسول آتش نشانی به صورتش ضربه میزنه، کف همون کپسول رو توی دهنش خالی میکنه. حالا دلیلی که برای این قضیه آورده شده اینه که سارا خودش هم دچار مشکلات روانی خیلی زیادی بوده و کلا مثل اینکه این خواهرها بچگی خیلی خوبی نداشتن، ترومای خیلی زیادی داشتن و کلا با مشکلات روانی دست و پنجه نرم میکردن و مثل اینکه این اتفاق در واقع مرگ شنن تاثیر خیلی بدی روی خواهرش سارا گذاشته و اون بیماری‌های روانیش رو تشدید کرده و به خاطر این کارو کرده. حالا قرار نیست راجع به جزئیات این قضیه هم اینجا صحبت بکنیم، ولی خب خیلی اتفاق غم انگیزی بود به نظرم. و نتفلیکس هم اومده از این اتفاق، قضیه گم شدن شنن و کلا پرونده‌ای که براتون توضیح دادم، یه فیلم به اسم لاست گرل ساخته که اگر دوست دارید میتونید برید اون رو هم ببینید. بچه‌ها امیدوارم که از این پرونده لذت برده باشید و غیبت نسبتا طولانی منو هم ببخشید. توی شرایطی بودم که واقعا نمیتونستم تمرکز کنم و براتون پرونده ضبط کنم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، منو سابسکرایب بکنید و کلی کامنت برام بذارید. نظراتتون مثل همیشه راجع به این پرونده واقعا برام مهمه و بهتون گفتم که آخر این پرونده نظر خودم رو هم راجبش میدم. اینکه حالا همونطور که گفتم این پرونده هنوز حالا درسته قاتل پیدا شده، ولی قطعا یه سری آپدیت جدید هم ازش میاد برای اینکه قاتل توی سال 2023 یعنی امسال دستگیر شده. نمیدونم، احساس درونی من بهم میگه که تمام قتلا کار رکس نیست. یه سری آدمای دیگه هم توی این قضیه دست داشتن. شاید رکس پای ثابت تمام قتلا باشه، یعنی مشارکت کرده باشه، ولی به نظرم عملا خودش به تنهایی این کار رو نکرده. حالا نمیدونم، حالا شاید روال پرونده اتفاقایی که افتاده این حسو به من بده. حتما نظراتتون رو به من بدید، میخوام ببینم که چقدر با هم دیگه متفاوت فکر میکنید. مرسی.